سلام دوستان عزیزم، در خدمتتون هستیم با یه ترفند دیگه. چجوری میتونیم اکانت VPN نپسترنتمون رو که رو موبایل اندرویدمون هست روی موبایل دیگمون یا ویندوزمون شیر کنیم. با من همراه باشید. ببینید شما مثلا روی موبایل اندرویدیتون برنامه نپستر رو دارید و یه اکانت یا اشتراک VPN هم خریدید روش دارید و میخواید اینو بدون که رو گوشی دومتون نصب کنید یا روی ویندوزتون بخواید برنامه نصب کنید، اینو به اشتراک بذارید. دو تا مرحله خیلی ساده داره که مرحله اولش یکسانه برای چه موبایل‌های دیگه چه ویندوزتون، بدین ترتیبه که من از موبایلم فیلم گرفتم، برنامه نپستر رو باز میکنید، اکانتتون هم هست که VPNتون رو روشن میکنید و تو قسمت استاتوس که حالا میبینیم وصل شده، بعد میریم تو قسمت مور، اینجا VPN تترینگتون فعال میشه. این IP که به شما داده تو بخش HTTP پروکسی، اینو یادداشت کنید، همه جا یکسانه، از روی همین ویدیو هم میتونید یادداشتش کنید. 169.255.1.1 یه دو نقطه که پورت و آی پی میخواد جدا کنه 10.809، اینو یادداشت میکنید و هات اسپات این موبایلتون هم فعال میکنید و آماده دریافت وای فای های دیگه به خودش هست که مرحله اول شما اینجا تمام. حالا مرحله دوم چیه؟ برای موبایلی که موبایل دوم یا سوم یا هر چند تا دیگه میخواید به گوشی خودتون وصل کنید، میرید توی تنظیمات وای فای گوشی دوم، اینجا وارد تنظیمات وای فای متصل شده میرید. بعد اینجا به شما یه گزینه به اسم پروکسی داده. پروکسی رو حالت منوال میذارید که 3 تا گزینه فعال میشه. هاست نیم داریم، پورت داریم و حالا بایپس، که این هاست نیم همون آی پی است 169.254.1.1 رو باید وارد کنید و تو بخش پورت هم همون 10.809 که یادداشت کردیم رو وارد کنید. این بخش بایپس هم برای اینه که مثلا شما میخواید یه سایت ایرانی دارید یا مثلا eta.com eta.ir ایرانسل فلانه، میخواید این از روی VPN رد نشه، اینجا واردش میکنید که از روی VPN ردش نکنه، که میتونید اول و آخرش هم یه ستاره نقطه و نقطه ستاره بذارید که پوشش بده هرچی که اول یا آخرش هست رو. و بعد سیو رو میزنید. اینجا کار شما برای اشتراک گذاری بین دوتا موبایل تموم شده. یعنی موبایل دومتون وقتی اون پروکسی رو سیو کنید بیاید بیرون، به راحتی میتونید از اینترنت بدون فیلتر روی گوشی دومتون استفاده کنید. حالا همین کار رو روی ویندوزمون هم میتونیم انجام بدیم که الان مثلا ویندوز خودم رو نگاه کنید، به هات اسپات موبایلم وصله. من VPN نپستر خودم فعال میکنم و برای اینکه بخوایم همون پروکسی و پورت روی ویندوزمون هم وارد کنیم، میایم اینجا راست کلیک میکنیم، اوپن نتورک اند اینترنت ستینگ رو میزنیم. تو بخش پروکسی اینجا منوال پروکسی ستاپ رو داریم. اینجا وقتی اینو روشن کنید همون آی پی 169.255.1.1 و پورت 10.809 رو میزنیم. اگه سایت هایی دارید که نمیخواید از روی VPN رد شم، اینجا وارد میکنید. برای این جدا کردن چند تا هم یه سمیکالن میتونید بذارید بینشون. حالا اول من اینو چک میکنم ببینید. خب طبیعتا یوتیوب خب نباید بیاده چون من یه اینترنت صرفا گرفته. حالا میایم اینجا پروکسیمون رو روشن میکنیم، آی پی پورت وارد شده و سیو رو میزنیم و یه دور رفرش کنیم و میبینید به راحتی اشتراک اکانت نپسترتون که روی گوشی هست روی کامپیوترتون به اشتراک گذاشته شده و به راحتی میتونید ازش استفاده کنید و لذت ببرید. روزتون بخیر باشه، موفق و پایدار باشید. سلام دوستان، میخوام یه ترفندی